خوش اومدین به هدیشمال. اوه اوه چقدر ماموره خدای چرا ماموره میشم حاجی بشمام. خدای خودت سال ما رو برسون کنم. تا حالا این تایم اینجا نیومده بودم ولی جالبه احساس. بفرم آقا بجو سال 403 سال خوبی قراره بشه. آقا قراره بهتر کنیم. اشتباهی زدی دیگه نمیشه تو نمونده راهی. خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. با یه موتورلیک دیگه هستیم در خدمت شما. قول داده بودیم ویدیوهامونو فاصله نندازیم زیاد. خب دلمون براتون تنگ شده بود. واقعا انرژی میگیرم از کامنت های مثبت و قشنگتون که برام مینویسین. واقعا دمتون گرم. انرژی مثبت میگیرم، خیلی حال میکنم. واقعا یه خانواده بزرگ داریم میشیم و من افتخار میکنم به اینکه دارین با کلیپ های من لذت میبرین و خیلی خوشحالم. صادقانه بخوام بهتون بگم روزی که شروع کردم اصلا فکر نمیکردم این همه آدم بخوان حتی کلیپ های من نگاه کنن. خیلی ممنونم. شما تک تکتون برای من عزیزین. امیدوارم که بتونم با ویدیوهایی که میذارم ذره از محبتاتون رو جبران کنم. امروز داریم میریم سر پروژه فیلم برداری براتون میذارم. دیرمون هم شده، باید یه رو پیش اونجا میبودیم. خدمت شما بگم که برای لوکیشن واقعا دهنمون سرویس شد. صادقانه میخوام باهاتون صحبت کنم. اولا جا داره یه هیت بدم به پارامیس سنتر اندرزگو که حالا عکسشو میذارم یا این ور یا این ور ببینیم. اصلا کارشون قشنگ نبود. خیلی منت سر ما گذاشتن. خیلی خدمت شما بگم که ما رو اذیت کردن. یه مبلغ واسه 1 ساعت فیلم برداری داخل پارکینگ مبلغ نزدیک 10 میلیون تومان از ما خواستن. کلی با منت. حالا من اصلا کاری به هیچ چیش ندارم. اصلا کاری ندارم یعنی خوب و بدشو اصلا شما بذارین کنار. جلو اونها مأموره. میدونین خیلی کارشون رفتارشون زننده بود و من اصلا نپسندیدم این اخلاقو. اصلا قشنگ نبود اخلاقشون. واقعا جای تأسف داره واسه همچین مجموعه‌ای که خودشون فکر میکنن خیلی خفنن ولی اصلا خبری نیست. میخوام هیت بدم به پارک سنتر که کلا گفتن ما اصلا موتوری راه نمیدیم. موتوری جماعت مگه آدم نیست؟ مگه دل نداره؟ حالا این که لاکچریه و اینا ندارم اما خب اخلاق زننده است میدونین. و جا داره واقعا یه تشکر ویژه یعنی از صمیم قلبم هدیشمال توی هروی که با آغوش باز استقبال کردن از این کاری که ما میخوایم انجام بدیم.
یعنی من واقعا نمیدونم چجوری ازشون تشکر کنم. تازه کلی برام وقت گذاشتن و کلی استقبال کردن از من. واقعا من خودم حالا خیلی وقتا میرم، اما برای این کار انقدر آغوش باز نشون دادن یکم برام تعجب داشت حقیقتا. ولی خب خیلی من حال داد، یعنی واقعا اخلاقشون، نوع برخوردشون یک دنیا ارزش داشت برای من. حالا میگم برای من خیلی خفن بوده حرکتشون. اگر بدونین من چقدر اذیت شدم، خیلی جای دیگه رفتم، حالا اسم نمیبرم، این دوتا جا رو خواستم حتما بهتون بگم. واقعا طلا هم شد نرین. حالا این که چیز خاصی نداره، اما لطفا اصلا خاص نیست، ولی پارکینگش خیلی خفن بود. خب ما واسه پروژه‌مون خواستیم اروپایی بشه به قول چی گفتنی، اما خب نشد. اما منتظر ویدیوهای خفن توی هدیشمال که دارین هیشو از اینجا میبینین. اون بالا نوشته خیلی جای خفنیه. خلاصه که دمتون گرم، واقعا انرژی مثبتاتون رو بدین. ما بریم داخل هدیشمال ببینیم خبری هست خبری نیست چجوریه. شروع کنیم. ساعت هم الان نزدیک 11 ربع شبه. امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره. همه چیز واقعا خوبه. خوش اومدین به هدیشمال. خوش اومدین به هدیشمال. پنجم که آبی رنگه. نه اینجا خیلی خوبه. میخوای با هم بریم بالا؟ نه من با آسانسور. خب بیا با هم بریم دیگه. بذاریم بذارم اینجا فعلا موتورو. میشه؟ به. خب یه سری فیلم برداری انجام شد. رفت چمین رفت. یه سری فیلم برداری انجام دادیم. اینتروشو اول ویدیو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هرچند ما الان داریم میریم ادامهشو بگیریم، اما شما اولش دیدین. آقا کلی کار خفن دیگه. من نمیدونم، ما مثل بقیه نیستیم هر روز بیام ویدیو چرت بذاریم. دارم میرم موز بگیرم. رفتیم یا با یاماها 25 اینور. امروز رفتیم موز خریدیم. این چرت و پرت من خوشم نمیاد. اوکی یه سری داستانه هست، ولی هر روز دارم میرم سگ رفیقمو بگیرم. بریم بیا بریم اتوبان. کلی عکس خفن گرفتیم، عکسای پروفایل مرفایلمون رو عوض کنیم. بابا خسته شدیم. ویدیو باید محتوا داشته باشه، حال کنین. اول ویدیو رو فکر کنم احساسی شروع کردم، نمیدونم، باید نگاه کنم. اخ یا آهنگم پلی کنیم.
نه وای نه بلاش بچرخه برات اوه ماشین سازمان رو دیدی شما؟ وای من خیلی عادی آقا ما داریم فیلم ها رو میگیریم فقط به عشق شما بچه ها عشق کنن آینه همون رو نگاه کنیم آینه همون رو نگاه کنیم ببینیم اوه گل نامحسوس دیدین چی شد؟ الان وقتشه که تا جایی که میتونی فقط بری آدرنالین فول من واسه تو وای نمیستم که بابا مشتی چی تو خودت دیدی؟ من بچه هم اینجا تو میخوای منو بگیری؟ اوه 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 وای من وای اگر بده شیش بابا
میستم تو هم بیا منو بگیر. چی تو خودت دیدی؟ مشتی؟ دیگه صدر نمیریم که. با تمام وجودت به نظر من گاز بده. آقا چه فیلم اکشنی شد امشب. واقعا من چی بگم به شما؟ آخه این کارا یعنی چی؟ یه موتور دیگه. این کارهایی که میکنین اصلا هیچ توجیهی نداره. خواستم حواستون رو جمع کنید. آقا وسط فیلم برداری این چه اتفاقی بود افتاد آخه. ولی آدرنالینش قشنگ بود. این فیلمو میذارم حتما یوتیوب ببینین. الان باید بنویسم رفتیم عکاسی نامحسوس چسبید بهم. قشنگ میشه نه؟ ساعت 3 صبح ما همینجوری حیرون و ویرونیم. آی خدای من، وای آدم چی بگه؟ اصلا پشمام ریخته حاجی. کلی هم حواسمون بود ولی نمیدونم اصلا یهو پیچید. حالا باز خدا رو شکر ریاکشنمون بالا بود. مثلا اینکه به امیرحسین گیر داده که چرا داری آروم میری و این داستانا. حالا دیگه پیش میاد دیگه. شده آقا سرعت هم نمیری باز میان گیر میدن. این چه وضعشه به قرآن؟ نمیدونم من به خدا. برو عشق میکنین یا نه؟ ما چون نمیشناسیم نمیتونیم وایستیم. ولی وای چقدر خوب بودم بچه ها. انرژی مثبت، انرژی بالا. وای صفا کنین، حال کنین. دنیای رنگی رنگی. آخ جانم.
آجی عشق میکنم موتور سوار میشم. انگار موتور نیست، انگار یه چیزیم نیست. خب فیلم برداریمون هم تموم شد و بعد 4 ساعت 3:35 دقیقه صبح فیلم بردار ترک موتور. راحتی؟ خسته شدی؟ راحت دیگه بریم برای ادیتو که یه کار خفن بزنیم و خروجی خوب تحویل شما دوستای گلم بدم که هرچند شما الان اینترو رو دارین میبینین. ای جانم داره حال میکنه پشت، حالا سوار نشد. چقدر ماموره خدای، چرا من ماموره میشم حاجی پشمام. خدای خودت سال ما رو برسون کنه. آهنگار امشب وای خدا میکشم سر دلم واسه که هرمایی اونجا تنگ شد. بالا شهر سر تا حالا این تایم اینجا نیومده بودم ولی جالبه. بفرم آقا بجو سال 403 سال خوبی قراره بشه. آقا قراره بهتر کنیم. جونم داشت امیر. یوهو بارو بریم، هم داریم فیلم میگیریم. بریم رو آهنگ. وای شادمه. اوف 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 اوف. جای دیگه شاد آره دی شاده. به بختت سنگ ای وای. تو میگی یه وقت گاهی اشتباهی زدی دیگه نمیشه به تو نمونده راهی. خدایا دارم پرواز میکنم، منو خفه کن.
چه آهنگیه این آخه؟ جوری سرده دارم میمیرم. وای. خب شب خیلی خوب و زیبایی با هم گذروندیم دوستان گلم. این هم دوباره شاخکاش بودیه میزنه هیبه. خیلی خوش گذشت. دوستتون دارم. اتفاقای خوبی رو با هم تجربه کردیم. دیگه بریم سمت خونه و بریم استراحت کنیم. کلی دوستتون دارم. امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای بعدی یادتون نره لایک کنین، ساب کنین، زنگوله رو هم بزنین. منتظر کامنت ها و نظرهای قشنگتون هستم. فقط حمایت های شماست که منو خوشحال میکنه. پس تا یه موتوریلی که دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.